اینا بدترین اشتباهایی که میتونی تو ماینکرافت کنی. من واقعا نمیدونم چرا میگن که تو ماینکرافت نباید رو به پایین بکنی. من الان همین کارو میکنم. اگه اتفاقی افتاد بالاخره بعد از کلی مان کردن و خرکاری تونستم یه استک دایموند پیدا کنم. حالا بیاید اول از همه فول دایموند میخوایم شیم. میخوام یه دونه اول از همه اینا بسازم. دوستان من واقعا نمیفهمم چرا داره این همه طول میکشه که این دایموند رو بکنم، ولی خب فکر کنم الاناست که تمومش بودم، بخاطر اینکه الماس سخته اینجوریه دیگه. الان با دراپش بعد دیگه تقریبا هم کار خونم تمومه، فقط سقفش مونده و این حرفا. حالا بذار یه دونه شومینه اینجا بزنم، هم گرم کنه اینجا رو هم نور بده. خب بچه حالا که اومدیم ندر، بذارید ری اسپان پوینتمون هم ست کنیم که اگه یه موقع مردیم همینجا دوباره اسپان شیم. پس حالا تو کامنت ها بهم بگو بدترین اشتباه تو ماینکرافت چی بوده.